سلام بچه، آرش HD هستم. اومدم که بهتون یاد بدم یه خونه یه در محفوظ بسازید که هیچ زامبی نمیتونه ازش رد شه. هیچ زامبی. ببینید بچه ها، این وسایل لازم داره. اینا رو که واسه این که زامبیه که واسه تستش اینا رو لازم داره. بچه ببینید، اول از همه شما هر چند بلاک دوست دارین میکنین. من اینقدر میکنم. ببینو حالا 3 ردیف میرین پایین، 3 ردیف میرین پایین. خب بعد از رفتن 3 ردیف پایین شما چیکار میکنید؟ لاوا میچینید، کامل لاوا میچینید. بعد بچه ها حالا از این طرف دیواراتون هر چند تا که بود، 1 2، حالا من 2 تا میچینم. به سر هر دیواری یه دونه از اینا لازم داریم، یه دونه اینور، یه دونه اینور. و بچه 2 تا اینور رو میکنید. اینا رو بعدا باید پرش کنید. این همین شکل قرار نیست بمونه، برای درست کردنش. این بعدش اینجا بچه نگاه، اینجا دوباره کامل گل میچینید. بعدش از این نخی که آوردید از اون تا این یکی میچینید. جوری که نگاه کنید چه شکل شدن، خم شده. نگاه من اینو میکنم، ببین بلند شد. این شکل. بعدش که این شکلی شدن شما میای کامل اینا رو میکنید بره رو. بعدش حواستون باشه این در حتما باید این طرفی باز بشه. نگاه کنید، حتما این شکلی باشه. بعدش کامل از اینا میچینید، بعد میریم بالا. بچه چیکار باید کنین این دفعه؟ الان شما برین روش، نگاه کنین چی میشه. برین رو، ببین اینجا رو پر کن اول. بعدش برین روش، فقط این 2 تا باز میشن. با یه دونه این ور، یه دونه اون ور. برای اینکه همش بازن چی میشه؟ ببین ردستون رو میارین از این سر تا به اون سرشو ردستون کاری میکنه. ببین این تا اینجا، این ورم تا همین ور. وقتی ردستون زدید ببینید وقتی برین روش کل درا با میشه. حالا اگه خودمون رو سروایول کنیم، ببینید وقتی اونجا چند تا زامبی بذاریم، وقتی بیان سمتمون میافتن.